عبدالرشید دوستم در آستانه ورود دوباره به کابل است. مارشال عبدالرشید دوستم، یگانه مارشال رسمی و شناخته شده افغانستان، بار دیگر در آستانه بازگشتی طوفانی به صحنه قدرت قرار دارد. منابع نزدیک به او میگویند دوستم آمادگی دارد تا در مدت کمتر از یک هفته از بدخشان تا هرات و از پنجشیر تا قندهار را از کنترل طالبان خارج کرده و مسیر را برای بازسازی نظم سیاسی در کابل هموار سازد. همزمان با افزایش تحرکات دوستم در شمال افغانستان، زمزمه های نیز در محافل دیپلماتیک به گوش می رسد که دولت ترکیه در حال رایزنی به واشنگتن و شخص رئیس جمهور ترامپ آسته از دوستم به عنوان گزینه قابل اتکا برای بازپسگیری افغانستان به ویژه پایگاه استراتژیک به ترامپ حمایت شود. دوستم که در تحولات سرنوشت ساز افغانستان در دهه‌های گذشته همواره نقش محوری ایفا کرده، اکنون نیز با بسیج هزاران نیرو وفادار در شمال کشور در حال آماده سازی برای اقدامی سرنوشت ساز است. او علاوه بر جایگاه نظامی به عنوان یک چهره تاثیرگذار انتخابی نیز شناخته می شود و به تعبیر بانک رای مهمی در ساختار سیاسی افغانستان به شمار می رود. اکنون این پرسش در محافل سیاسی و افکار عمومی جدیدتر از همیشه مطرح است: آیا مارشال دوستم این بار دموکراسی را با خود به افغانستان باز می‌گرداند؟